در سالهای پایانی فوتبالش برای چند تیم دیگه لیگ برتری هم بازی کرد و در سال 90 و سن 34 سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. البته دلیل خداحافظی علی فقط بالا رفتن سنش نبود، بلکه یکی از دلایل دیگه‌اش غم و ناراحتی درونیش به خاطر از دست دادن پدرش، اونم چند ماه قبل بود. مردی که علی عاشقش بود و همیشه ازش به عنوان بهترین و ساده ترین مرد دنیا یاد میکرد، اما به خاطر مادرش سعی کرد قوی بمونه و ادامه بده. اون موقعیت‌های زیادی برای ازدواج داشت، اما تصمیم گرفت تمام زندگیش رو وقف مادرش کنه. فوتبال که تموم شد، یه مسیر جدید براش باز شد، بازیگری. از طنزهای تلویزیونی گرفته تا فیلم‌های سینمایی جدی، همیشه با یه انرژی خاص روی صحنه ظاهر میشد. خنده‌هاش واقعی بودن، درست مثل شخصیتش. یه آدم خاکی، بی‌ریا و همیشه آماده کمک. اما سرنوشت همیشه راه خودش رو میره. زمستون 99 وقتی همه دنیا درگیر کرونا شده بود، خبر بستری شدن علی